پروردگار میگوید که شما سجده کنید به من نزدیک شوید. یعنی حالت‌های به خدا نزدیک شدن دعا هست، سجده هست. در حالت صدقه انسان با خدا چی است؟ قریب هست. در حالت خوبی و پدر و مادر کردن انسان با پروردگارش قریب هست. منت خدا عزوجل که طاعتش موجب قربت است و با شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممید حیات است و چون برمی آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب است. یعنی سعدی در مقدمه کتابش میگه که شما بدانید که با شکری اندر، یعنی شکری میدهد، انسان چیکار می شود؟ تمام نعمت‌های بزرگی را به دست می آورد و با شکر اندرش مزید نعمت. یک شکرانه میکنی باز پروردگار نعمتش را زیاد میکند. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. نگاه کنید که خداوند در قرآن میگوید که شما بدانید که خاندان داوود علیه السلام شکرگزاری من بودند. یعنی همیشه شکرگزاری من بودند و کمی از بندگان من شکرگزار می باشند. ما و شما را پروردگار میگه که شکر کننده چی هستیم؟ اندکی هستیم. آل داوود، خانواده داوود همیشه خداوند را شکرگزار بودند. این همه نعمت‌های پروردگار هست که ما و شما در بهترین ماه مبارک رمضان قرار داریم و در این لحظه های اجابت دعا و در این شب‌های تراویح، در شب‌های قیام اللیل قرار داریم که به پروردگارمون دوستی میکنیم. حالا هر روز نماز تراویح که میشود کوشش میکنیم که ختم قرآن کنیم، نزد پروردگار گفتگو کنیم، دوستی خدا چی جستجو میکنیم و پروردگار ما و شما را هم چی دوست می‌دارد و ما و شما را هم یعنی فریاد میکند. شما نگاه کنید که در قرآن خداوند میگوید که فذکرونی اذکرکم. الله رب العزت میگوید که مرا شکر کنید، مرا ذکر کنید، من پس شما را ذکر کنم، یاد کنم. مرا ذکر کنید پس شما را ذکر کنم. ذکر پروردگار در نزد ملائکه های مقربین هست. در اونجا اون ملائکه ها که ما و شما را بشناسند و بدانند، پس در تمام قلب های مؤمن ها چی محبت جا میگیرد. امروز یک دیگر را دوست می‌داریم، این دوستداری پروردگار هست که خداوند ما را و شما را دوست می‌دارد، ملائکه های خداوند ما و شما را دوست می‌دارد و ما بندگان یک دیگر را دوست می‌داریم. و همیشه انسان عمل صالح انجام بدهد. حالا بزرگان هم، پدران و مادران هم همیشه نصیحت میکنند بچه‌م کار خطایی نکنی، یعنی کمبودی را انجام ندهی، یعنی همیشه کوشش کن، یعنی برای خود عمل صالح انجام بده، نامی نکو بگذار. و نتیجه نامی نکو گذاشتن در چی هست؟ عمل صالح کردن در چی هست؟ ما روز قیامت روز حساب و کتاب داریم که ترازوی اعمال گذاشته می شود. هر یک کسی، هر یک شخص را چی ترازوی اعمال اونها را، نامه اعمالش را وزن میکند. در سوره قارعه هم خداوند میفرماید استعیذ بالله فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه. هر کسی را که ترازوی اعمالش از نیکی، عملهای صالحش وزنین شد، هر آینه جنت برای اون سزاوار هست، یعنی جنت برای اون نصیب هست، اون اهل بهشتی هست. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. هر کسی را که ترازوی اعمالش از نیکی سبک شد، از نیکی ها سبک شد، بدی هایش وزنین شد، فامه هاویه، دوزخ او را به خودش میکشد. و ترازوی اعمالش که از نیکی سبک شد و نامه اعمالش را از دست چپش میدهند، حسرت میخورده است، میگفته است ای کاش نامه اعمالم را در این روز به دست چپ به من نمیدادند.
و اونهایی را که نامه اعمالش از نیکی وزنین است، فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها اقرؤوا کتابیه. نگاه کنید که اونهایی را که نامه اعمالش از نیکی وزنین است و در دست راستش میدهند، از خرسندی را دیگر چی نزد دوستاش میگفته است که بیایید که نگاه کنید که نامه اعمال ما را به دست راست دادند. شما کوشش کنید که اون روز حساب و کتاب سخت است، توشه به خود بگیرید، برید دوستی پروردگار داشته باشید. حالا در صحبتی گذشته هم گفتیم که دو چشم هست که در آتش جهنم نمی سوزد، دو چشم هست که در آتش دوزخ نمی سوزد. چشم اول چی هست؟ عین بکت من خشیت الله، چشمی که از ترس خدا گریه میکند. حالا که انسانی که در نماز می ایستد و از ترس خدا گریه میکند، نمازش چنان برکت دارد، رونق است، نمازش نور علی نور هست. باز چی؟ خداوند گناهانش را می آمرزد. و کسی را که ذره چشمش گریه نمی کند و ترس خدا هم ندارد، ضعیفی در ایمانش هست. حالا که خداوند در قرآن می فرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون، اونهایی که یک کار بد را کسب میکنند، در دلهای اونها یک سیاهی گذاشته می شود. هر وقتی که گناهی را انجام میدهند، سیاهی در قلب اونها جای میگیرد. وقتی که سیاهی بسیار که شد، دعا اجابت نمیگردد، قلب دیگر گریه نمیکند، همون قدر کوشش میکنه که دیگر گریه هم نمی آید. حالا خداوند در قرآن هم میگوید اونهایی که با اونها تلاوت قرآن کرده می شود، ترس در وجود در قلبهایشون می آید که از ترس خدا گریه میکنند و خداوند ایمانشون را زیادتر میگرداند. و این نعمت بزرگی هست که حالا که هر ماه رمضان نیست، ماه مخصوصی هست که ما باید چی بنده خدا باشیم، بنده رمضان نیست، که بعد از رمضان هم چی دستی با دعا داشته باشیم، نمازامون سر وقت بخوانیم، عمل صالح انجام بدهیم. اون چشمی که از ترس خدا میترسد گریه میکند، اون چشم در دوزخ نمی سوزد. دوم چشمی که یعنی اون چشمی که بیدارخوابی میکند برای بندگان خدا، خلق خدا، وطنش، سرزمینش، خانوادهش حفظ و حمایه میکند و اون شب بیدارخوابی میکند، شما بدانید که این چشم را خداوند در دوزخ نمی سوزاند. این چشم را خداوند دوست می‌دارد. حالا نگاه میکنیم که در نزد مسجد برای حفاظت ما و شما، نگهبانی ما و شما، یعنی ساعت‌ها می‌ایستند، اونها خیلی اجر و پاداش بزرگی میگیرند. مثل که ما نماز میخوانیم، اونها ثوابی با خودشون مخصوصی دارند. هر کسی که یا هر عسکر بچه‌ای که برای حفاظت وطن شب زنده‌داری میکند، پس بداند که اون شب از شب بسیار نورانی هست، اون در یعنی حفظ پروردگار هست. و اون چشم را خداوند، چشمی که شب زنده‌داری میکند، چشمی که برای حفظ حمایه وطنش هست، اون چشم نمیسوزد. ما باید همیشه در زندگی همون نامه اعمالی که صحیفه‌ای که برای ما و شما خداوند عطا کرده است، اون را از نیکی، از عملهای صالح، تلاوت قرآن، ذکر پروردگار، صدقه و احسان و خوبی کردن، اون را ما باید پر بکنیم.